خب منم مثل شما بار اولمه که اینو نگاه میکنم. عمو یه جعبه ابزار داره که میذارتش روی کنده درخت، درشو باز میکنه. خب ببینیم چی توشه. تا اینجا که یه سری وسایل هستن، خدا میدونه چی هستن، مثل یه روغن پاشه یه همچین چیزی. بذار درشو واکنیم ببینیم چیه. این نگو که اسپرسو سازه. چقدر کلاسیک، چقدر خفن. خب یه تیکه دیگه از وسایلشو برداشت، برند کاوه. درشو باز میکنه، قهوه توش بود. شما فکر کن وسط جنگلی با یه مکاپات وینتیج برای خودت قهوه درست کنی. اونم با چه کیفیتی. درشو میبنده، فکر کنم آماده عصاره گیریه. بله، آب معدنی طبیعی. الان دیگه واقعا آماده عصاره گیریه. در نهایت این قسمتی که هوا وارد نمیشه رو میذاره. بچه‌ها فکر کنم از طریق این آب جوش میاد میخوره، دقیقاً عین مکاپات عمل میکنه. چه قفلی داره، مثل سلاح‌های جنگ جهانی دومه. این چیه، فشنگه؟ این چه قرصه؟ میذاره روش، میخواد آتیشش بده. چه فندک نازی، چقدر خفن واقعا. خوب کاپ های وینتیجش هم برداشت. فکر میکنم برای بله، یکی پایه یکی رو پایه. خود یارو هم که پایه. اون سگه چه کیفی میکنه، چه عصاره ای خدایا. دیگه وقتشه من برم یه قهوه بخورم فعلا. نوش جونت عمو، ما رو هم دعا کن.